11 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 15:40 راننده автомобیل تمغه اوپل استرا خلیفه دونیور سال تولدش 1980 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در حدود دهه اماندره شهر مذکور از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد خرسول کریمزاده فرانوش سال تولدش 2020 ساکن شهر پنجکند را پخش کرده است. در نتیجه خرسول کریمزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 47 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده ماه دکبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او با بهانه از خارجه آورده دادن واسطه نقلیات 550,000 سومونی گرفته وعدش را اجرا نکرده است و تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه 8 عریضه زن 29 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 2 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 13:20 شخص نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامت شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 15,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 22 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.